سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. ماشاءالله جای مسافر عزیز که ما امروز 1000 جوجه استرلوب در روزه را برشان آوردیم. که جای مناسب برای فارم و فارمداری هست. اینا هم ماشاءالله بسیار یک آدم شوقی هستن که ماشاءالله از اینیم اسب های بزکشی هم دارن و شوقشان اسب هستین. ماشاءالله شما ببینین این اسب های بزکشی هست دیگه. ماشاءالله خیلی فضای مناسب برای فارمداری، برای مالداری، برای تمام موضوعات بخش زراعتی خیلی یک جای مناسب و فوق العاده را در اختیار دارند. خداوند برایشان خوب کنه و کارهایشان را خوب بسازد.